اگر شما اهل رفتن به سالن‌های زیبایی باشید و هر ماه موهاتون رو رنگ ریشه کنید یا هر چند وقت یک بار موهاتون رو دکولوره یا رنگ و لاک انجام بدید، حتما متوجه شدید که یک متخصص رنگ و لاک قبل از اینکه کار شما رو شروع کنه برای رنگ انجام دادن یا کار یه فرد دیگه ای رو شروع کنه برای رنگ کردن موهاش، یه سری موادی به پوست صورت یا پوست گردنش میزنه و بعد شروع میکنه به کار کردن که توی این جلسه میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که اون مواد چی هستن و چه کارایی دارن و چرا باید حتما اون مواد به پوست صورت یا پوست گردن زده بشه و از این دست موارد. من رخشا غلامی هستم، مدرس و متخصص سلامت و زیبایی مو و خوشحالم که در این جلسه همراهتونم. ببینید بچه‌های متخصص رنگ و لاک قبل از اینکه موها رو دکولوره کنه یا موها رو رنگ کنه حتما باید از پوست صورت، پوست گوش‌ها، پوست پشت گوش‌ها، پوست گردن محافظت کنه. در واقع این نواحی که نزدیک موهای سر هست و امکان این که مواد شیمیایی، حالا چه دکولوره چه رنگ مو، به این مناطق بخوره باید محافظت بشن، به خاطر اینکه پوست گردن، پوست گوش مخصوصا، پوست صورت پوست های حساسی هستن و حساسترن نسبت به پوست کف سر. خب ما باید از این نواحی، پوست این نواحی حتما محافظت کنیم که سلامتشون حفظ بشه. حالا مثلا برای زمان دکولوره کردن ما میایم علاوه بر اینکه مواد محافظ به گوش ها میزنیم یا مثلا قسمت های گردن رو بیشتر، نواحی بیشتریش رو مواد محافظ میزنیم، علاوه بر اون مثلا میایم یک پنبه خیس روی اون ناحیه میذاریم که یه وقتی موی دکولوره شده روی گوش قرار نگیره و پوست گوش آسیبی نبینه. پس مواد محافظی که میزنیم برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پوست صورت، گوش، گردن هستش. دومین موردی که ما این کار رو انجام میدیم به خاطر اینه که مخصوصا زمانی که میخوایم رنگ انجام بدیم، اون مواد محافظ باعث میشه که پوست صورت، گوش یا گردن رنگی به خودش نگیره و در آخر صورت مشتری من رنگ شده نباشه و ما یک کار شسته رفته و ترتمیز به مشتریمون تحویل بدیم. اینطوری نباشه که موهاشو رنگ کردیم، صورتش هم رنگ کرده باشیم و حالا بخوایم این رنگ رو ببریم. پس حتما ما قبل از شروع کارهای شیمیاییمون، کارهای مثل رنگ کردن، مثل دکولوره کردن، از مواد محافظ استفاده میکنیم تا از پوست مشتریمون محافظت کنیم و علاوه بر اون پوست مشتری ما رنگی به خودش نگیره. حالا از چه موادی استفاده میکنیم برای محافظت از پوست؟ یکی از ساده ترین مواردی که میتونیم استفاده کنیم که هم از پوست محافظت بشه و هم سلامتش حفظ بشه و هم پوست رنگ نگیره، وازلینه. میتونید یه قوطی وازلین داشته باشید، یک قلم هم داشته باشید، قلم گیریم با یک سر پهن تا بتونید به کمک اون وازلین رو به صورت مشتری، گوش‌ها، پشت گوش‌ها، گردن، نواحی پشت، همه این قسمت‌هایی که ممکنه در معرض کارتون باشه، نزدیک کارتونه بزنید و از پوست صورت محافظت کنید، هم سلامتش رو حفظ کنید و هم جلوگیری کنید که از اینکه رنگ نگیره. یا اینکه بعضی از برندهای شرکت‌ها هستن که کلاً مواد مخصوص محافظ پوست دارن برای اینکه هم از پوست محافظت کنن هم از رنگ. ببینید بچه‌ها، محافظ پوست یه سری داریم برای کف سر که مثلا ما قبل از دکولوره حتما میزنیم، خب، ولی یه سری هم از موادها هستن که دقیقاً کاراییشون اینه که محافظت کنن از پوست صورت، پوست گوش، برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه رنگ بگیره یا اینکه جلوگیری بشه از اینکه آسیبی نبینه. پس وقتی میگم مواد محافظ، در واقع مواد محافظی نیستش که برای ساقه یا کف سر استفاده میکنیم، برای پوست نواحی صورت و گوش و گردن منظورمه. خب میتونیم از این محصولات، حالا ساده ترینش وازلینه، تخصصی ترینش هم اینه که از شرکت های خوبم اینو دارن.
بیاید مواد محافظ پوست صورت، پوست گردن استفاده کنید که سلامتش رو حفظ کنید و رنگ نگیره در زمان کارتون. و حالا با تمام این تدبیرهایی که شما انجام دادید، حالا وازلین زدید یا مواد محافظ جلوگیری از رنگ شدن پوست صورت زدید، میبینید که پوست مشتری شما متاسفانه در آخر کار رنگ گرفته. حالا جدا از اینم بچه‌ها بهتون بگم که باید جدا از اینکه ما مواد محافظ میزنیم به عنوان یک متخصص رنگ و لایت باید تمیز کار کنیم. خب حالا بر فرض اینکه من اومدم اینجا رو وازلین زدم یا مواد محافظ زدم که رنگ نگیره و سلامتش حفظ بشه، نیام رنگم رو به این جاهای پوست صورت مشتری من بزنم. جدا از اون باید یا مواد دکولورامو به پوست صورت مشتری بزنم. جدا از اینکه از مواد محافظ استفاده میکنم حتما باید تمیز کار کنم. خب و اگر احیانا حین کار یه موادی خورد سریع اون رو پاک کنم، هم دقتم رو انجام بدم که تمیز کار کنم، هم اگر موادی خورد پاک کنم. حالا با تمام این تدبیرها و تمام این مواد مصرف کردن و تمیز کار کردن و حالا پاک کردن های حین کار اگر سهوا رنگی خورد یا مواد دکولوری خورد، یه هم سر مشتری رو داری میشونی میبینی که یه قسمت پوست صورتشون یا گوشهاشون یا نمیدونم گردنشون رنگ گرفته و حالا باید چی کار کنیم؟ توی جلسه بعدی راجع به این موضوع حتما صحبت میکنم، میتونه خیلی بهتون کمک کنه. اون جلسه رو هم حتما ببینید. امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه و در جلسه بعدی میبینمتون.